عثمان علی برای خریدن لباس مکتبی از کناره پایتخت به مرکز آمد تا از مغازه کارخانه دوزندگی لباس را 25% ارزانتر دسترس کند. بعد و روچکا، دفتر، سومکا، توفلی برای مکتب تیاری می‌بینم و من همگی 500 یا 600 سوم کاستوم بروک دفتر روچکا گرفتم. همین یک سال می‌پوشم، بعد یک سال با نو خریدم میگیرم. در تاجیکستان معمولا خانواده‌ها 3 و یا 4 فرزند دارند. آمادگی به مکتب چند هفته پیش از شروع سال نو خوانش آغاز می‌یابد. بعضی والدان هنوز از بهار برای خریدن لوازمات مکتبی مبلغ پسنداز می‌کنند. به حساب میانه برای خرج یک مکتب خوان از 500 تا 600 سومانی لازم می‌شود. 500 ممکن شود. یک است. Не муки 360 صنف یگش. Все, мы купили 3 экземпляра, все. همه چیز رو 3 جفتی خریدیم. برای ما همین گونه سپارش دادند. از همه قیمت لباس مکتبی است. کاستوم استحصال محلی از 20 تا 50 دلار نرخ دارد. بر ضمن این باید باز کرته، گردنبند و پایافزال بخرند. معمولا والدان برای تمام سال خوانش یک کاستوم میگیرند. شماره عمومی خوانندگان در شهر دوشنبه حدود 175,000 نفر است. با نظر داشت آنکه ما ناحیه‌های تابع مرکز از جمله رودکی، ورزاب و ترسونزاده را فرا می‌گیریم، شماره لباس‌های آماده کرده ما کافی است. مؤسسه‌های تعلیمی به کارخانه‌های دوزندگی لباس یگانه مکتبی را فرمایش داده از پیش طرح آن را معین می‌کنند. به همین ترتیب بازار با لباس ضروری مکتبی تامین می شود و والدان برای پیدا کردن و یا فرمایش دادن آن سرگردان نمی شوند. در صورتی که کارخانه از چند مکتب با طرح یکسان فرمایش بگیرد، برای کودکان از خانه‌های کم بضاعت لباس را به پول آماده می کند. برای خریداری دفتر و قلم، جوزدان و دیگر اشیای ضروری مکتبی تا 15 دلار ضرور است. معمولا کتاب‌های درسی را خودی مکتب‌ها می‌فروشند و تقریبا همین قدر دیگر مبلغ صرف می شود. امسال نرخ معلوماتنامه طبی برای صنف یکم قیمت و با همین به بودجه به این همتهی خانواده ها خرج علاوگی زم شد.